چه کسی همیشه قدردان شما بوده؟ اصلا کسی قدردان شما بوده یا از شما قدردانی کرده؟ دارم در مورد یکی از ارزش‌های رشدی و اساسی ما انسان‌ها صحبت می‌کنم. چیزی که فقط در زبان نیست، بلکه در حضوره، در اینجا و اکنون بودنه. جایی که پژوهش‌های شناختی نکات خیلی مهمی رو به ما میگن. اینکه کسانی که در لحظه اکنون، در اینجا و اکنون حضور دارند و قدردان زمان حال هستند، از تاب‌آوری بالاتری و تنظیم هیجان بهتری برخوردارند. کاری که درست بچه‌های خردسال و نوپا انجام میدن. اونها در لحظه حضور دارند و همه چیز رو در اینجا و اکنون با تمام بدنشون و با تمام حواسشون تجربه میکنن. فقط داری پی انش میگردی، باید با همین چیزایی که داشتی سرش میکردی، ولی همیشه همه چی میدیم بعدش میفهمی. اگه شب حرکت نکنی تو قلبت میگندی، دیگه تو تاریکی نمیمونی و غمت میانی. بودن تو این لجنزا رو بکنی برا چی تمرین؟ تو زندانی نیستی دست و پا تو برا چی بستی؟ اگه بس چی پاره میشه همه قوانین از